اول مسئله به نام انسان مطرحه، بعد برای این انسان چیزی به نام رهایی مطرحه. من توضیح میدن که شما در یک زندگی آشفته، نابسامان روحی، عقلانی دارید به سر میبرید. شما در یک نظام نابرابر مثلا اجتماعی دارید به سر. و بعد اون آخرا سوره جزء 28 و 29 شما وارد دنیای پیغمبر میشید و واقعا آدم یه دفعه مجذوب میشه، نفسش بند میاد و هیچ تجربه درخشان عجیبی که وقتی زندگی میکنه آدم اونا رو میفهمه، وقتی نفس میکشه واقعا اونا رو میفهمه با همه وجودش. ولی به هر حال قرن 16 قرن 17 آرام آرام چیزی به نام اومانیسم خلق میشه و مسئله به نام انسان میاد در محور گفتگوها قرار میگیره. اما شما در قرآن نگاه کنید، گرچه صحبت از خداست، عظمت خداست، فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین فله الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، یک چنین آیاتی با این همه عظمت و درخشش داره صحبت از عظمت خدا میکنه، ولی پشت پرده داره به انسان میگه و قصدش انسانه، مرادش انسانه. خب این انسان رو میخواد چه کنه؟ یعنی شما باز، من یه بار اینجا صحبت کردم، 2 جلسه صحبت کردیم، همه بحث نجات، بحث رهایی است. این موضوع دلانگیزی که در میان ادیان مطرحه و شاید به معنای عمیقش باید از ادیان او رو جستجو کرد. البته ادیانی که جنبه‌های معنوی داره، جنبه‌های عرفانی داره. منم اینجا سخنرانی کردم 2 جلسه که این بحث اگر انسانه، این انسان برای انقیاد انسان نیست، برای مچاله کردن انسان نیست. قرآن رو دارم عرض میکنم، اسلام رو مرادم نیست، تاریخ مسلمانی مرادم نیست، ظهور من متکلمین و فقها فعلا مد نظر من نیست. این کتاب رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید در کنار اون همه صحبتی که از خدا میشه، از مرگ میشه، از قیامت میشه، از ناپایداری دنیا میشه، مسئله انسانه در واقع. و بعد این انسان رو مدام داره دعوت میکنه به رستگاری، به نوعی رهایی، به نوعی نجات که آدمی رو نجات بده. هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله. مثلا از این چون تعابیر، هل ادلکم علی تجارة تنجیکم، یا مثلا پیغمبران وقتی در چالش‌های سخت قرار میگیرن و فریاد میزنن که رب لا تذرنی، منو نجاتم بده، منو تنها نگذار. و من پیام میده که من او رو نجات دادم و به سراغش آمدم و دست او رو گرفتم. خب پس این اول مسئله به نام انسان مطرحه، بعد برای این انسان چیزی به نام رهایی مطرحه، نجات مطرحه، رستگاری مطرحه. اونجایی که این دل دیگه به آرامش میرسه، اونجایی که این ذهن از گفتن یاوه و رفتن بیراهه در واقع نجات پیدا میکنه. باز اگر نگاه کنیم جلوتر بریم میبینیم آیاتی پیدا میکنیم این نجات رو توضیح میده به ما. نجات از چه؟ نجات از کدوم ورطه، کدوم مسئله؟ یعنی راه رو میبنده برای که شما فکر کنید که وقتی میگه نجات هر کسی برای خودش تعبیر کنه. مثلا در قرآن داریم اواخر سوره توبه، خیلی جالبه که قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. اینجور آیات رو ما داریم. جالبه که وقتی ما سوره عنکبوت یا سوره شعرا رو میخونیم، سوره هایی مثل عنکبوت، سوره هایی مثل شعرا، سوره هایی مثل مریم، سوره هایی مثلا اینا رو شما وقتی نگاه میکنید، اون وقت این میگه بله من اومدم شما رو از رنج رهایی کنم. اونقدر جلوتر که میای یه خورده نور میتابونی، روشن‌تر میکنی، رد و میگیری با خودت میای جلوتر، اون وقت میبینی پیامبران اومدن واقعا آدمی رو از رنج اسارت نجات بدن، از رنج آشفتگی درون نجات بدن، از رنج حقارت نشان بدن، از رنج درماندگی، از رنج بیمایگی نجات بدن. اون وقت اونجا دیگه اوجش مثلا سوره عنکبوت یا سوره اعراف، حالا مثال میزنم، یا سوره شعرا که من سوره شعرا رو خیلی شخصا دوست دارم و هر وقت میخونم یه لذت شخصی خیلی عمیقی میبرم. اون وقت میبینید مثلا اونجا پیغمبران تقریبا دارن التماس میکنن با آدم‌ها که من لا اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. من از شما اجر نمیخوایم، ما از شما اجر نمیخوایم، اجر ما جای دیگه است، چشم ما گرفتن مزد یه جای دیگه است. اما بعد میان توضیح میدن که شما در یک زندگی مثلا آشفته، نابسامان روحی، عقلانی دارید به سر میبرید، شما در یک نظام نابرابر مثلا اجتماعی دارید به سر میبرید، شما آزادید که در واقع تصمیم بگیرید ولی در بردگی به سر میبرید، شما آزادید که خلاق زندگی کنید ولی تابعتون کردن، پیروتون کردن، دست و بالتون رو بستن و تا اینجا پیش بردن. این مدل چیزی است که من در واقع در قرآن احساس میکنم و آخرش هم میبینید که بحث رهایی، رستگاری اتفاقا در این دنیا قراره شکل
شکل بگیره. برخلاف خیلیا که معتقدن نه، همه اینا رو گفتم برای که ما در آخرت مثلا توانا بشیم. بله در قرآن هم زیاد داریم الاخرت خیر لک ولولا عنا داریم، اما میگه آخرت ماندگاره، آخرت جاودانه، آخرت با عظمته. اما آخرت سفرش از دنیا آغاز میشه. اینجا باید عملت صالح باشه، اینجا باید فکرت سازنده باشه، دستت بخشنده باشه، روحت بدون کینه باشه، وجودت ارجمند و بالا و ارزشمند باشه تا در آخرت تو رو در آغوش بگیریم. هر زمانم که افرادی که سلام علیکم بختیارن، واقعا در قیامت سر بلند کردن و شادمانانه در کنار خدا هستن، وقتی میگن که این سهم و این شادی و این هدیه و این همه خلاصه جایزه‌ای که ما اینجا دریافت کردیم برای چیست، نمیگه اینجا ما تصمیم گرفتیم به شما جایزه بدیم. خدا نمیگه ما اینجا تصمیم گرفتیم به تو پاداش بدیم. میگه شما برگردید مثلا به ما کنتم تعملون، مثلا سلام علیکم به ما صبرتم، با آنچه صبر کردید، با آنچه در گذشته ساختید، با آنچه در گذشته آباد کردید. خب اینجاست که مسئله اصلی، یعنی میبینید این کتاب یک کتاب اینگونه است. یعنی وقتی آدم رد این کتاب میبینه احساس میکنه که این مرد رو باید دوست داشته باشه، به این مرد باید احترام بگذاره. حتی اگر فرض کنیم مخاطب این مرد همون شبه جزیره عربستان بوده، همون ام القرا بوده، همون اعراب زمان خودش بوده. من دیدم که مثلا خیلی‌ها میگن آقا ببین این همه آیات که هر پیغمبری رو ما به زبان خودش به قوم خودش آوردیم و بعدش هم این زبان عربی معلوم قوم خودشه، از اون طرف هم این همه تاکید بر ام القرا. ممکن این سخنان درست باشه، ولی برداشتی که میگن پس دیگه ما را با پیغمبر چه کار، خیلی برداشته غیر واقعی است. حتی اگه این سخن درست باشه، به نظر من خیلی از این آیات بلکه گسترده تر هم میشه پیدا کرد که مثلا تا حدودی نشان بده این مرد مخاطبش فرض کنید مردم شبه جزیره دوران خودش در عربستان بوده. اما این سخن اینقدر قوی است، اینقدر نیرومنده، اینقدر پرزوره، اینقدر با عظمته، کاملا زمان رو میشکنه واقعا و بعد جلوتر میاد، اندیشه ها رو متوجه خودش میکنه، آدمی رو در واقع مجذوب خودش میکنه. میستی بعد بهش تفکر میکنی، ببینی این سخن فوق العاده ارزشمنده. و بعد واقعیتش اینه که اعجاز بودن این کتاب رو کاملا با وجود خودت میتونی در واقع در میدان زندگی در حقیقت تجربه کنی. بذار یه جمله بگم و بعد حرفمو بزنم و یه خورده به اون ایده که تو ذهنم هست نزدیکتر بشم و خدمت شما عرض کنم حرفمو. تقریبا میشه گفت من تو اینجا یه خورده مثل این فیلسوف بسیار بزرگ و گرانمایه اتریشی که بعداً البته آواره شد بین اتریش و نمیدونم لندن و اونور، یعنی جناب فردریک نیچه، ببخشید لویک ویتکنشتاین دارم صحبت میکنم، یعنی ویتکنشتاینی که ویتکنشتاین البته آدم بسیار بسیار عجیبی بود، کسی که تحولی واقعا در فلسفه به وجود آورد و فلسفه قرن 20 یک خیزش جدیدی بود که فلسفه قرن 20 اروپا رو با فلسفه مثلا قرن 19 و فلسفه قرن 18 یعنی عصر روشنگری کاملا برهم ریخت و چیزی درست کرد به اسم فلسفه زبانی. یعنی برخلاف کانت که میگفتش که این ذهنی که اجازه میده شما جهان واقعیت رو بشناسید، ویتکنشتاین سخنش این بود که این زبانی که به شما اجازه تفکر و شناخت واقعیت بیرون رو میشناسه. ما در ذهنمون دائم گفتگو میکنیم و هر چه که هست ما گفتگو این زبانیم. شما زبانتون هر چقدر شفافتر باشه جهانتون انقدر شفافتر خواهد شد. شما زبانتون هر چقدر مبرهن و دقیق باشه جهانتون هم انقدر دقیق خواهد شد. از این جهت بود که اومد دو چیز رو از هم دیگه تفکیک کرد و بعضی چیزها رو میشه توصیفش کرد، مثلا قواعد ریاضی، منطق ریاضی، خیلی از نکات ریاضی، اما بعضی چیزها رو نمیشه توصیف کرد، فقط باید نشان بدی، چون بروز داره، چون ظهور داره، چون وجود داره. شما باید در اون زندگی کنی، شما باید با اون بازی کنی، باید تو اون فضا حاضر بشی تا اون رو بفهمی. پس بنابراین ما برای فهم مسائل گویی دو تا ابزار داریم. یکی ابزار زبانی که توصیف میکنه، عرض کردم مثلا قواعد منطقی، مثلا اینکه من بهش مثلا بگم مقالطه یعنی چه، بهتون بگم استدلال قیاسی چه جور استدلالیه. تازه اینو دارم خیلی ساده میگم چون پیچیده‌تر از این حرف است. اما یه وقت هستش که شما یه دفعه وارد یه دنیا میشید، اونجا دیگه قصه توصیف نیست. هر چه توصیف کنید ویتکنشتاین میگه بیهوده است. اونجا باید کاملا بچشی، لمس کنی، حس کنی. بعد ویتکنشتاین معتقد قصه دین از این جنسه، یعنی قصه دین قصه بازی نوعی زندگی است.
ورود در یک عالمه. شما تا صبح هم بشینی ایمان رو توصیف کنی هیچ کس نمیفهمه. البته باز تاکید کنم این رأی کیست؟ و رأی ویتگنشتاینه. ممکنه زبان یه خورده توصیف بده، ولی ایمان رو تا نچشی و نیایی وسط میدان هرگز متوجه نمیشه ایمان اصلا به چه معناست. تا زمانی که آدم عشق رو نچشه و غوطه‌ور نشه، به قول سعدی میگفت سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی، در کام نهنگان رو گر می‌طلبی کامی. تا نری وسط دریا، تا خیس نشی، تا تمام وجودت غرق در این آب و نور و روشنایی نشه، اصلا متوجه نمیشی قصه از چه قراره و عشق یعنی چه و دریا یعنی چه و دین یعنی چه. به همین دلیل ویتگنشتاین تمسخر میکنه اونایی که وایستادن از بیرون مثلا به خدا میتازن، به دین میتازن. وقتی هم به خودش مثلا بعضی از این گزاره‌های مثلا دینی مثل همان ایمان، مثل مسئله خدا رو میگم اینا رو نمیدونم، من با اینا زندگی میکنم، من به اینا در عمل پناه میبرم. این آدم، این فیلسوف شگفت‌آور حیرت انگیز بسیار بسیار پرقدرتی که یه جهش بزرگی در فلسفه به وجود آورد، سالها در میدان جنگ بوده و در بدترین مناطق جنگ اونجا حضور پیدا میکرده و اونجا مدام میگفتش که من به خدا پناه میبرم. شاید این تفکر برای شما عجیب بود، همه تصور می‌کردن ویتگنشتاین یک آدم ماتریالیست بی‌اعتنا به مسائل در واقع دینی است. این اونجا مطرح میکنه. حالا برگردیم به بحث خودمون. شما وقتی مثلا سوره شعرا آدم وارد میشه، گویی وارد دنیای پیغمبر میشه. شما وقتی حالا همه سوره ها، ولی خب بعضی مثلا سوره سبا من این احساس رو شاید نداشته باشم، سوره احزاب شاید من این احساس رو نداشته باشم، چون مرتب جنگ دعواست و اون دوران پیغمبر مدام داره میره. یا در سوره سبا اتفاقای عجیبی میفته که مثلا برای حضرت داوود، برای حضرت سلیمان، اینها رو باید سر جای خودش آدم نگاه کنه که رازی که در این هست چیست، سری که در این هست چیست. اما مثلا شما گفتم سوره مریم، سوره عنکبوت، سوره انعام، مثلا حالا حتی سوره بقره و امثالون، و بعد اون آخرا سوره جزء 28 و 29 شما وارد دنیای پیغمبر میشید و واقعا آدم یه دفعه مجذوب میشه، نفسش بند میاد و هیچ تجربه درخشان عجیبی که وقتی زندگی میکنه آدم اونا رو میفهمه، وقتی نفس میکشه واقعا اونا رو میفهمه، با همه وجودش هست. خب تا اینجا قصه چه گفتم؟ میخوام اینو بگم که اولا این کتاب مسئلهش مسئله انسانه، گرچه خدا داره هی مرتب قدرت نمایی میکنه، ولی قدرت نمایی برای گشودن چشم انسانه. چرا این کارو میکنه؟ برای نجات انسان. دو، چرا انسان رو میخواد نجات بده؟ برای اینکه این آدما غرق در غمن، اندوهن، دچار افسردگی ان. به دلیل بد فکر کردن، به دلیل بد رفتار کردن، یه ضربه خودشون به خودشون زدن. آدما بزرگترین دشمنشون خودشونن، خبر ندارن، خودشون به خودشون زدن. پس اومده از اندوه اینا رو نجات بده. آیا روشن‌تر از این میشه صحبت کرد؟ بله، باز در قرآن میبینیم که این اندوه رو در کجا میبینید؟ گفتم قصه پیغمبران شما میتونید ببینید. یعنی اصلا داستان پیغمبران رو در روحیه پیغمبران از جانب خدا با انسان برای کاستن از اندوه انسان. شما خیلی کم میبینید که مسئله اینجوری نباشه. مثلا شاید حضرت سلیمان رو شما یه مقدار در میان همین داستان‌ها ببینید که این داستان یه کمی عجیب و غریب به نظر میاد، رازآلود. به قول بعضی از متفکران ما انگار در رویا این اتفاق افتاده. شما انگار باید برید و بعد از رویا بیدار بشین، آیاتو میخونی، بعد بخوای تحلیل کنی. نمیگم این تئوری درسته غلطه، من نمیگم، ولی گویی انگار در رویا رخ داده و همه چی عجیب غریبه. مثلا از مورچه و باد و زمین و هدهد و فلان اینا دارن صحبت میکنن. بعضی وقت تعویل اینها هم برای آدم دشواره. اما وقتی به هود میرسید، وقتی به ابراهیم میرسید، وقتی به نوح میرسید، وقتی به موسی میرسید، وقتی به شعیب میرسید، کاملا میبینید شما وارد زندگی شدید، وارد عرصه خیلی درخشان و بسیار روشنی شدید که اونجا کاملا دنیای پیغمبر رو میتونید حس کنید که این دنیا داره تلاش میکنه، دست به پا میزنه، بی آنکه از کسی مزد طلب کنه، بی آنکه بر سر کسی منتی بگذاره، او رو تحت سلطه خودش قرار بده، میکوشه تا به اون در واقع کمک کنه تا این دید بهتری پیدا کنه، تا این راه رو درست‌تر شناسایی کنه. آینه‌ای به روی انسان‌ها گرفته. من تصورم از قرآن خیلی اوقات اینه، آینه‌ای به روی انسان‌ها گرفته که آدم‌ها بتونن ببینن خودشون.
بعضی البته وقتی به آینه نگاه میکنن میبینن زشتن، خب سعی میکنن این آینه رو بشکنن. بعضی ها میبینن زیبا هستن. آخر سر معلوم میشه که آینه و چشم یکیست. آخر سر معلوم میشه که آینه و چشم یکیست. یعنی هم آینه تویی، هم چشم تویی، نور تویی، سور تویی، فاتو مفتون تویی. اگر زشتی رو به شما نشون میده قصد تحقیر و قصد اذیت نداره، فقط برای نجاته، فقط برای رستگاری، رهایی از شر این زشتی است. و اگر زیبایی رو نشون میده فقط برای امیدوار شدنه، برای اینکه بتونی تلاش کنی پیش بری و بری. به همین دلیل این شخصیت ها خیلی عجیب غریبن در قرآن. وقتی این آینه رو که میبینن، بعضیا نه چشم دیدنش چون ندارن میشکنن، بعضیا وقتی میبینن سپاسگزارن و کاملا دگرگون میشن. باز میشه یه قدم جلوتر رفت و بعد توضیح داد خب این آینه رو نشون دادی. قرآن از نظر من به این معنا آینه است و اینو میخوام یه جلسه اگه خدا توفیق بده زنده باشم میخوام اینو با شما در میان بگذارم که نقد کنیم که این کتاب آینه است. خود رو تماشا کنیم قبل از اینکه در قیامت خود رو تماشا کنیم، در دنیا تماشا کنیم. موتو قبل ان تموتو، یعنی این تعبیر روایتی که از بزرگان ما مطرح شده. قرآن به یک معنا آینه است تا آدم‌ها بتونن خودشون رو در اونجا تماشا کنن، کاستی‌های خود رو ببینن، نقصان خود رو ببینن، الگوهای بزرگ رو ببینن اینا کجای این قصه ایجاد شدن، برای خودشون قصه تعریف کنن، ببینن تو این قصه آیا قهرمانن، ضد قهرمانن، کدوم سو ایستادن، حاشیه‌ان یا آدمای بزرگی هستن و تاثیرگذارن. جلوتر از این که میریم اون وقت به اون حرفی میرسیم که من بارها در بعضی از گفتگوهایی که به عقل ناقص خودم رسیده که گفتم خب حالا همین رو جمع می‌کنیم، میتونیم توی یک تعبیر بیان کنیم، میتونیم همه آنچه را که الان شما گفتید، چون خلاصه بخشای زیادی از صحبت‌های من بوده که خدمت این سروران عزیز اینا رو من قبلا ارائه دادم. اینا رو وقتی جمع میکنید میگه حالا این بعثت پس معلوم شد. من از نظر من یه هندسه دارم برای خودم، یه نظام درست کردم توی قرآن برای خودم، برخلاف کسایی که میگن اصلا پیغمبران نظاممند نیستن. شما برای مولانا نمیتونید نظام درست کنید، شما برای حافظ سخته که نظام درست کردن، گرچه این حرفم، ولی من احساس می‌کنم میشه یک هندسه رو برای پیغمبر نشون داد که بگی این مسیریه که تو قرآن میشه براش پیدا کرد. بسیار آیات هم میشه خوند و خودتونم تا الان من میگم همه رو تو ذهنتون دارید مرور میکنید معلوم میشه چیه. خب همین رو وقتی یه الگو قرار میده قرآن و اون الگوی حکمته که قبلا من درباره‌اش صحبت کردم، یعنی الگوی حکمت در برابر الگوی جاهلیت. پس بنابراین اگه خدا به میان میاد برای اینکه آدمی رو بیدار کنه، آدمی رو بیدار میکنن برای اینکه نجات میدن برای که از قصه های عمیق رها کنن، از قصه های عمیق رها میکنن تا اینا وارد یک الگویی از زندگی بشن به نام الگوی زندگی حکیمانه، الگوی زندگی حکیمانه، و اینا رو نجات بدن از الگویی که اون الگوی ذلیلانه است، اون الگوی جاهلانه است، الگویی است که پر از خشم، پر از نفرت، پر از تاریکی است. پس آخر قصه اینه که گویی الگویی رو داره برای ما قرآن معرفی میکنه که بعد اینا رو برای ما مشخص کنه. حالا میایم سراغ این الگو. اون وقت در خود قرآن مثلا سوره اسراء، سوره خدمتون عرض کنم مثل لقمان، سوره های مثل این رو وقتی ما نگاه میکنیم، حالا بخشاش به ذهنم باز بیاد سعی میکنم مثلا روشن‌تر بیان کنم. حتی سوره یوسف مثلا نسبت های بسیار 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 زیبایی که در سوره یوسف بعضی جاها وجود داره، رویاهایی که میبینه، آدمایی که ارتباطات عجیب غریب برقرار میکنن. شما در تمام اونها این الگو رو برای ما معرفی میکنه که وقتی میگه حکمت یعنی چه. خود قرآن میگه من یؤتل حکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. خود این خیلی کثیر برای پیامبر خیلی جالبه که اینجا رو من نباید البته دستمو باز کنم چون آخر قصه باید بگم، ولی میاد اصلا نظام ارزشی ما رو سعی میکنه پیغمبر عوض کنه، میخواد به اهدافش برسه. خواهش من به این جمله دقت کنی. اول میاد ارزش ها رو سعی میکنه دستکاری کنه. شما تا ارزش هاتون دگرگون نشه، شما تا افکارتون عوض نشه، اهداف درستتون حاصل نمیشه. خیلی از اهداف منتظر چی هستن؟ افکار بلندن. خیلی از اهداف منتظر ارزش‌های گرامی هستن. هدف شما رهاییه، ولی اگه فکرتون در پی رهایی نباشه شما هیچ وقت به رهایی نمیرسید. من هیچ وقت به رهایی نمیرسم.
شما هدفتون در حقیقت رهایی است، نجات، رستگاری، آرامشه. به این واژه‌ها خواهش می‌کنم دقت کنید. رسیدن به یک طمأنینه درونی، رسیدن به یک شکوه و عظمت درونی هدفتونه. ولی ارزشاتون وقتی حقیر باشه هرگز به اون اهداف بلندتون نمیرسید. بین ارزش، بین تفکر و بین هدف باید یک تناسبی باشه. یعنی فکرهای بزرگ هستن که میتونن آرمانهای بزرگ به دست بیارن، ارزشهای بزرگ هستن که میتونن برای شما آرمانهای بزرگ رو به وجود بیارن. خواهش میکنم این ذهن رو نگه دارید. من سعی میکنم برخلاف همیشه که با هیجان صحبت میکردم هم یه خورده یواش یواش صحبت کنم، هم پله پله برم جلو. به قول من از حافظ مولانا میگه پله پله تا ملاقات خدا، از مقامات تبتل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا، پله پله بریم جلو. یه مثال بزنم شما میبینید این حالت رو در حافظ خیلی قشنگ میتونید حس کنید. فقط مثال دارم میزنم، از این شاخه به آن شاخه نپریدیم. برای که حرفمون قوی تر باشه داریم یه خورده پشتیبانی از سخنمون میکنیم که سخنمون قشنگ تر باشه. خب پیغمبر حالا نوبت اینه که بیاد ارزش‌های جدید ایجاد کنه. اهدافش رو گفت، نجات، رستگاری، رهایی. اکنون میخواد ارزش‌ها رو دگرگون کنه، یعنی میخواد بیاد ارزش‌های تازه بذاره. مثال مثلا شما حافظ رو نگاه کنید. حافظ فوق‌العاده است، حافظ فوق‌العاده است واقعا. و اون خیلی برای من جالب و شیرین و جذابه وقتی به این غزل نگاه میکنم که مدام داره تلاش میکنه تا ارزش‌های روزگار خودش رو تغییر بده. داره ارزش‌ها، ریا مثلا یک ارزش تو روزگار او، نمیدونم سالوس یک ارزشه، تمجید بیمورد یک ارزشه، چاپلوسی یک ارزشه، دوگانگی یک، با لباس دین ها، یعنی دین بتن کردن، نماز میخونن، صوفیان، عابدن، سالکن، زاهدن، نمیدونم ذاکرن، دائما هم قرآن میخونن، تلاوت میکنن. ولی این قرآن این بالاست، این نمیدونم صحبت از خدا و پیغمبر این بالاست، ولی این ریاکارن. اینا با همدیگه خلاصه دارن از سر تزویر صحبت میکنن. از این طرف اون وقت میبینید این همه مثلا بر سر ریاکاری میتونه. باده نوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شماست. باده خون انگوره ولی شما خون مردم رو به نام دین دارین سر میکشین. بعدش هم همتون نگران آینده دین. آقای رئیس دستگاه قضایی دیروز واقعا چقدر خنده‌دار بود، چه جرأتی دارن داشت صحبت میکرد رئیس دستگاه قضایی که بله اینجا حق اونور باطله، شما نمیتوانید برید با باطل و حق. این آقا نمیدونه واقعا مثلا 80 میلیون نفر این حرفا رو تمسخر میکنن دیگه. ولی خب میگن دیگه برای اینکه با این نوع دینداری، با این نوع ارزش اینا انس گرفتن، زندگی کردن، ریا کردن و گفتن حرفای عجیب و غریب خرافی برای اینا اصلا مهم نیست. خب جامعه که مردمش هم اینجور باشن هیچ وقت ارزش‌های بزرگ دست پیدا نمیکنه. از این ور الگوی رند رو مطرح میکنه. مثلا خیلی جاها مطرح میگه عاشق و رند و نظر بازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. چرا رند رو مطرح میکنه؟ رند درست در مقابل همین آدمای ذلیله، همین آدمای ناتوانه، همین آدمای برد صفت دنبال رست. رند حافظ یک آدم دلیر بزرگ که مثلا اگر فقیر هم باشه میگه ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگو که روزی مقدر است. بزرگه. از این بند و از این تناب و از این خفت و از اون ذلتی که خیلی بهش گرفتار شدن حافظ اومده بیرون. از اون طرف علمای زمانش قبل از او بعد از او تا همین اکنون دنیا رو تحقیر میکنن، دنیا رو تحقیر میکنن. از نفرت میگن، از خشونت میگن، از جدایی میگن، از فاصله میگن، از تردید میگن، از ابهام میگن، از شکستن دیوار و ببخشید شکستن پل میگو ساختن دیوار میگن. ولی حافظ یه دفعه میاد از دنیا رو جدی میگیره. دمی واقعا به سر بردن در این جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش دلق ما که از این خوشتر نمی ارزد. چقدر از این حرفای زیبا داره دیگه. نه خوش آمد گل کزان خوشتر نباشد که در دستت به جز ساغر نباشد. زمان خوشدلی اکنون دریاب و دریاب که دائم در صدف گوهر نباشد. بیا ای شیخ در خمخانه ما شرابی خور که در کوثر نباشد. یعنی امروز اگه این شراب رو نخوری فردا تو کوثر گیرت نمیاد. نه اینکه این شراب تو کوثر نیست.
نه این که اگر اینجا میگه بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت تا آخر قصه، در جنت مثلا باقی می نیست. نه، میگه امروز اگه باقی می رو اینجا نخوری در جنت هیچی گیرت نمیاد. امروز مهمه، اکنون مهمه، زندگی مهمه. من خیلی غزل رو خوندم همه جا که وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات جان این دم است دادان. بعد حافظ میاد از چی صحبت میکنه؟ از عاشقی صحبت میکنه. به جای چی؟ به جای نفرت، به جای خشونت، به جای کینه، به جای تحقیر، به جای تمسخر، به جای فاصله، به جای اینکه من این ور بالا باشم تو اون ور پایین باشی به تو فرمان بدم، میاد منطق عشق رو زندگی میکنه. نگاه صمیمانه رو سعی میکنه منتشر کنه در میان همه آدم. میبینید این آدم متوجهه که قراره صدا از کجا من بودم؟ یه صدا ببخشید میدیدم. آره، این آدم میخواد رنج مردم رو کم کنه. این آدم میخواد یه جوری از رهایی سخن بگه. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد، آن همه ناز و تنعم که خزان میفرمود عاقبت در قدمه. میخواد آدما رو وادار کنه یه جور دیگه فکر کنن. عاشق شو. اینجا دیگه داره صحبت با مخاطبهای خودش میکنه، با افرادی که پیرامونش هستن، فضایی که اونجا رو اشغال کردن صحبت میکنه که عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. داره صحبت از عاشقی میکنه. داره صحبتش دیگه از اینکه من اینجوری هستم، رندم، نظربازم فلان، داره میگذره. حالا تا این میاد شما چیکار میکنه؟ ارزش‌های آدم‌ها رو مطرح میکنه. ای برندان مکنه زاهد پاکیزه سرش، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر خوبم اگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن در اومد عاقبت کار که کش. میبینید از اینجا به بعد دیگه از حالت درونی، فردی، شخصی، کاملا پرسونال لحن در میاد، حالت انشایی پیدا میکنه. جماعت رو دعوت میکنه که رندی کنید. جماعت رو دعوت میکنه که فرصتتون استفاده کنید. جماعت رو دعوت میکنه که نگویمت که همه سال می پرستی کن، 3 ماه می خور و 9 ماه پارسا می باش. می بخورید. این می ظاهری حالا شاید مرادش نبوده، ولی دعوت به تغییر ارزشه، دعوت به تغییر نگاهه، دعوت به جدی گرفتن زندگی است، دعوت به عشق، دعوت به صمیمیت. چرا؟ چون میگه اگر این، خواهش من به این جمله دقت کنید، اگر این ارزش ها اتفاق نیفته، شما به اون آرمان های بزرگتون که نجات هیچ وقت نمیرسید. شما با ارزش‌های حقیر نمیتونید صحبت از آرمان بزرگ کنید و خیلی وقت مانع اصلی رسیدن به آرمان‌های بزرگ تفکرات پوسیده است، اندیشه‌های غلطه. یه اندیشه وقتی مریض باشه، یه اندیشه مثل این که من کاری نیستم تو این آفرینش و هر چیز جبران اتفاق میفته، این هیچ وقت به شما اجازه نمیده که زندگی بهتر داشته باشید. یه اندیشه مثل این که من باید بشینم تا یه کسی دیگه باید مثلا از غیب بیاد برای من عدالت درست کنه، هرگز به شما اجازه نمیده شما یه موجود خلاقی باشید. نه، یه اندیشه مثل این که من اینجا حاضرم گناه کنم تن به خطا بدم ولی بعد یه نفر در اون سو منو شفاعت میکنه. این اندیشه نمیذاره شما اخلاقی باشید، نمیذاره شما متعهد باشید، شما مسئول باشید. من یکی از دوستانم خیلی برام عجیب بود، این فایلی که اخیرا ما تو کانال نشان گذاشتیم سر هم فکر کردن، اندیشیدن، یکی نمیشه آقای مهدوی با این طرح شما تعصب از بین میره، همه باورهای ما فرو میریزه. گفتم باور که فرو ریختن باید بریزه دیگه، گفتم زندگیمون پوچ میشه. گفتم خاک بر سر اون زندگی که با باورهای غلط ساخته شده باشه. عجیب بود برای من این مرد خیلی فرزانه ایه و خیلی برام عجیب، هنوزم در تعجبم که ما چقدر میترسیم از اینکه بهتر فکر کنیم. خب حالا پیغمبر نگاه کنید، برگردیم یه بار دیگه بگم اینو چون این مدل رو دوست دارم، میدونم سخته و هی تکرار میکنم. انگار خدا هست، قیامت هست، مرگ هست، ولی انسان مسئله است. قرآن چه چیزی برای این انسان مطرح هست؟ رستگاری این انسان، نجات. این واژه رو خیلی دوست دارم. نجات از چه؟ نجات از اندوه، نجات از غم، نجات از رنج، نجات از درد، رسیدن به طمأنینه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان قلبی. این که میگه مثلا من خدا از تو راضیه، یا رضوان خداوند در قیامت اکبره. این تعابیری که از واژه رضوان و رضایت و طمأنینه و سکینه و امثال که پیغمبرها تابوت سکینه با خود حمل می‌کنن، رسیدن به اونا. خب اینا چگونه اتفاق میفته؟ میگه در یک الگو. اسم اون الگو چیست؟ میگه الگوی حکمت.
اما برای اینکه شما به اون الگوی حکمت پا بزنید، حالا نوبت اینه که ارزش‌های شما رو عوض کنه. خواهش می‌کنم دقت کنید. من نه کجا بود، کتاب بود میخوندم، نمیدونم داستان بود میخوندم، فیلم بود میدیدم که فکر کنم یه رمان بود، یادم رفته، خیلی قدیم بود، یهو یادم افتاد. به عنوان این یه تیکر خواهش رو نگاه کنید، مثل آدمی که مثلا یه کیف پول افتاد اونجا، هیچ مشخصه از اون آدمم نیست، کارت شناسایی نام نداره، وجدان آدم ناراحت نمیشه دیگه. مثلا فرض کن $1000 هم تو اونه، شاید خیلی‌ها بزنن تو جیبشون برن، مثلا خیلی‌ها نه، کمی تو ایران خیلی کم مثلا بردارن با خودشون برن. این جدی دارم میگم، چون مردم ایران خیلی شریف و نازنینن، همه جا شریف و نازنینن، ولی من مردم رو دوستشون دارم. اما شما اگر اون کیف پول رو ببینید، مطمئنم میبرید میدید پاسگاه. اول اختیار میگه آقا من اینو پیدا کردم، حالا تو پاسگاه چه بری سرش میاد نمیدونم، ولی شما این کارو انجام میدید. شما حتما برام دارید میبرید. چرا این کارو میکنید؟ چون یه ارزشی تو وجود شماست که حاضر نیستید اون پولو بخورید. تو اون فیلم آقای علوی خیلی تو اون داستان، دونده‌ای که داشت میرسید به خط پایان، نزدیک 50 متر، خیلیه تو دو میدانی گاهی 1/100 ثانیه طرف قبول 40-50 متر از طرف جلوتر بوده، اما چون خط کشی اشتباه بوده، اینم خیلی ذوق داشته، دست و پا میزد و کیف میکرده، آخرین قدم‌ها که میرسه اشتباه میره توی مسیر دیگه، لاین دیگه. تو بعضی مثلا این خط کشی‌های ماها رو دیدی، به ما میگن از وسط خیابون برو، شما بین خطوط رانندگی کنید، درسته؟ شما تو مدرس اگه بین خطوط رانندگی کنید 100% به دیوار می‌کنید، یعنی تو جدول، یعنی کج و کلن همش. یعنی حواستون باشه بین خطوط رانندگی کنید، ولی حواستون هم باشه خدای نکرده سر از مثلا یه دیگه در نیاره. مثلا این مدرس خیلیه بین خطوط رد میکنه، یه جدول در خیلی اوقات سسام مثلا کلاس داشته باشم بین خطوط رانندگی کنم، دیدم جونم در خطر، دوباره اومدم خارج خطوط دیدم اینجا این شکلیه. بعد این خطوط یه جوری بوده که این یه لحظه غافل بوده، این میره اتفاقا بیرون و همه دارن تماشا میکنن. تو مسیر دوی ماراتون این طرف حرکت کرده عنقریب برسه، به خاطر خط کشی غلط از مسیر جدا شده و دارم کسی هم نمیتونه کمکش کنه، داور اونور وایساده، فیلم برداری و مردم هرچی جیرونه. این نفر بعدی که چندین قدم عقب داد فریاد سوت، اون آقا رو متوجه میکنه، میگه برگرد، از این ور باید بری. حاضر نمیشه خودش بره به خط قهرمانی برسه. توجیه هم داره دیگه، من چیکار کنم، تو کج رفتی دیگه، تو بین خطوط حرکت کردی، به من چه، من اومدم راهمو رفتم. داد میزنه میگه اینجا اشتباه بود، اون طرف میاد قهرمان. چرا؟ چون یه ارزشی تو وجودشه. اینکه یه آدمی میاد و مثلا میگه آقا من با تو بیعت نمی‌کنم، ولو اینکه سخت‌ترین شکنجه ها رو به من بدی و فرزندانم رو بگیری قربانی کنی، پشتش یه ارزش‌هایی واسه، این ارزش‌های قائله. اون که یه کسی میگه مثلا در خود قرآن از خیلی زیباست این آیه که و ما ادراک ما العقبه فک الرقبه، که خود این فک الرقبهش زیباست، میگه اطعام فی یوم ذی مسغبه، میبخشن درست جایی که خودشون گرسنن، هنوز دست خودش خالیه. یا مثلا ینفقون فی السرا یعنی داره پول داره امکانات داره اوضاعش خوبه، ولی ذرا چی؟ ینفقون فی السرا و ضرا، یعنی ذره اون بیکاری، بیکسبی، بیدرآمدی توحید است، میگه اونجا هم آنچه را که داره سعی میکنه با دیگری تقسیم کنه. یعنی ارزش ها وقتی عوض میشه، روشتون خیلی فرق میکنه. من بیستم یادم بله یکی از دوستان میشه لطفاً یه خورده آرامتر بگید تا با دل ما بر دل ما بنشیند، چون با خشونت صحبت می‌کنیم. خانم از این مثلا ارزش به این قشنگی ایشالا مبارک اجماع. نه خانم اینا هیجان خیلی ممنون از تذکر، نمیم آغاز خانومه، ولی نه این خشونت نیست، احساس خوبی دارم، باور کنیم خواهرم یا برادر عزیزم که الان نشستن، خیلی حالم خوبه که دارم این حرفا رو میزنم، صادقانه هم دارم میزنم، چون دو جایی میشه گفت این حرفا که از قرآن و بیرون بری تیرباران میگم، ولی اونجا احساس منه با سبک سخنرانی هم ظاهرا همینه، یا خود بری بالا بیای پایین تا
مخاطب رو یه جوری با خودت ببری. البته من بالا و پایین رفتن تصنعی نیست واقعا، یعنی واقعا اونجایی که یه آیه رو میخونم لذت میبرم، خب ناخواسته واکنش بدنی نشون میدم، ولی چشم من سعی میکنم یه خورده لطیف‌تر صحبت کنم و در قلبش جا. من اصطلاح بردار دارم سخنرانی شما زدیم میگه دقیقاً استانداردهای سخنرانی شما رو رعایت کنید. آره خواهش میکنم. خیلی ممنون از اون صدا. بالاخره یه صدا برداری پیدا شد. آره بله دوستان نازنینم، پس ببین این بحث خیلی مهم بود. حالا من این وسط یه خورده مشتم باز کنم. میخوام تمام ادعای من اینه که قرآن اساساً آمده تا ارزش‌های ما رو سعی کنه تغییر بده. شاید از این واژه به قول این دوست نازنینم خواهر یا برادرم شاید یه خورده خشونت‌آمیز باشه، خود لحنه ها نه صدای من. قرآن نیامده ارزش‌های ما رو تغییر بده. قرآن اومده به ما کمک کنه که ما ارزش‌های خودمون رو بتونیم تغییر بدیم تا دنیا رو یه جور دیگه نگاه کنیم. شما وقتی عاشق باشی نمیتونی بی اعتنا به رنج دیگران زندگی کنی، حتی اگر مسلمان باشی یا نباشی. و اگر بی اعتنا به رنج دیگری بخوای زندگی کنی، حتی اگر مسلمان هم باشی، مسیرت یه جای دیگه است. این امریکایی‌ها فیلمایی میسازن، این مثل هوملند و نگاه. البته من توصیه فقط دارم میگم، خودم میرم با آقای علوی هم گفتم و فیلمم بی مورد مثلا بعضی اوقات به ابتذال کشیده میشه. حیف واقعا. حالا این فیلم و فلان امیدوارم این بخشای زائد رو سانسور کنم و امکان دیدنشو برای همه فراهم کنم که میگن مثلا یه مسلمانی رو داره CIA نشون میده فیلمه و بعد میگه طرف رفته شکنجه دیده تو افغانستان فلان شده، بعد میاد تو انبار نماز میخونه و اونجا انبارم جاییه که کسی فیلمو نگاه نمیکنه. بعد همه فکر میکنن که یه تحول خیلی عمیقی گویا در شخصیت این مثلا تفنگدار امریکایی رخ داده، ولی همین آدمی که نماز میخونه میبینید مثلا روابط نامشروع به راحتی برقرار میکنه، مشروب رو بر حد افراط میخوره، یه حیوان بیگناه رو شکار میکنه، ولی البته آدم موجه اجتماعی هم است. یعنی شما نگاه کنید یه مسلمانی که براش هیچ ارزش معنوی اهمیت نداره، هیچ اهمیت نداره. حالا شما برگردید باز به اون شخصیتی مثل ویتگنشتاین رو نگاه کنید که براش فیلسوف بودن یه ارزشه، همه زندگیش رو میبخشه به خواهرش برادرش چون خیلی پولدار بودن و خودش با فقر و تنگدستی میره در روستاها شروع میکنه معلمی کردن. وقت تو این درسی که میده 3-4 تا بچه رو مجبور تنبیه کنه و بعد با گریه و زاری میره در خونه، دونه بدونه اونها معذرت میکنه و 3 تا فقط گناه کبیره مرتکب شده این آقا ویتگنشتاین. تا 3 تا گناه کبیره. یه گناه کبیرش اینه که تو جنگ گفتن آقا تو این بمبو ببر اونور بذار، از پل بگذر، میبینی پل نیست، الوار، میترسه و بعد از ترس خودش مثلا اینجوریه گناه شرمناکه. یا یه جا مثلا بهش میگن فلانی مرده، میگه راست میگین مرده، بعد میاد میگه میگه من میدونستم مرده ولی وانمود کردم که نمیدونم سر این داره فلان. اون وقت میشه یه آدم این ارزش هاست که ما رو عوض میکنه دیگه. نه یا پول انقدر برای ما ارزش، مسلمانیم ما، همین زندگیمون نگاه کنید ما مسلمانیم ولی پول انقدر برامون مهمه، سر برادرمون هم حاضریم کلا بذاریم، سر پدرمون هم حاضریم کلا بذاریم. رفیق داریم دیگه، رفیق و دوست عزیز که میبینید مثلا فرض کنید پولش که به خطر میفته رفاقت 30 ساله رو کاملا زیر پا میذاره. میبینید اینجوری است به نماز بخونیم، روزه بگیریم، نمیدونم با سینه بزنیم، قمه بزنیم، شب تا صبح نمیدونم فلان. نه، ببین چه ارزش‌هایی تو زندگی مهمه. حرف من اینه که این قرآن اومده این ارزش‌های ما رو دگرگون کنه، اومده به ما کمک کنه ما تا ارزش‌هامون رو عوض کنیم. خب ارزشامون عوض کنیم برای که ما رو به اهداف بلندی برسونه. شما توجه کنید این ادعای منه تا اینجای کار. به همین دلیل میگه مثلا فرض کنید وقتی به دنیا میرسه متاع دنیا رو میگه قلیل، متاع دنیا رو میگه قلیل، متاع دنیا رو به ما میگه زود گذر. نه ان الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال تا آخر قصه که شما میگه اینجور ابیات مثلا زیاد داریم که طرف مثلا همش رفته پول جمع کرده، مال جمع کرده، قدرت به دست آورده، اما تو قیامت میاد میگه لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا، من چرا کور محشور کردی؟ میگه تو نابینا بودی چون ارزش‌هایی رو انتخاب کردی که امروز دستتو نمیگیرن.
به چیزهای ارزش، یعنی اون چیزی که بهش اهمیت میدی، اون چیزی که براش زندگی میگذاری، فکر میکنی، اون چیزهایی که وقتی که ازت میگیرن این احساس پوچی میکنی، اون چیزهایی که وقتی بهت اضافه میشه احساس خوشبختی میکنی. اونا چیست؟ اونا چه چیزیست؟ میاد حالا برای ما توضیح میده. قرآن میاد توضیح میده و میگه متاع دنیا قلیله. شما نه این که زندگی نکنید، این همه ببینید صحبت از عدالت شده در قرآن. صحبت شعیب رو نگاه کنید چقدر زیباست. این پیغمبر که مدام در دوباره سلام رب بالا مدام داره از عدالت ترازویی داره با ما سخن میگه. شعیب داره زندگی اجتماعی رو میگه وای به حال اون کسایی که از شما کامل دریافت کنن ولی هنگامی که باید بازپس بدن، هنگامی که باید با سود بیشتری آنچه را که از شما دریافت کردن به شما برگردونن، وای به حال این آدم ها که به شما کم بفروشن. بی‌نظیر اینقدر زیباست عدالت ترازویی. شما از یک کاسب ساده نگاه کن که میاد مثلا جنسی رو عوض میکنه توی خونه و بعد میگی چند، مثلا یه فیلتر سوخته به جای 4 تومن میگه 8 تومن بگیر، تا آقایی که میاد اون بالا وای میسه و بعد میگه به من رأی بدید همه چی درسته، جامعه درست میشه، عدالت درست میشه، فرهنگ درست، همه چی درست. قرآن به این معنا به زندگی اهمیت داره میده. فکر نکنید وقتی میگه متاع دنیا قلیله، دنیا یعنی زندگی این جهانی. این زندگی این جهانی برای خدا دنیا محاسبه نمیشه. همین جاذبه هایی که اصلا واژه دنیا رو برداریم بذارید ارزش های ظاهری، ارزش های فرو پاشیدنی، ارزش های مردنی، ارزش های فناپذیر. مثل چی؟ مثل قصه حضرت ابراهیم که هی میگه این افول میپذیره، این زوال میپذیره، این غروب میپذیره. داره دستگاه ذهنی ما رو عوض میکنه. این کتاب نمیخواد داستانی یه آدمو بگه که آقا گیر افتاده بود، یه شب از خواب بلند شد، بعد دادن بعد ابراهیم در جنگل زندگی میکرد، اصلا از ارتباطات عمومی ارتباط کنی او میاد تو شهر ماه. نه اصلا اینا نیست. حداقل در قرآن اینا نیست. این داره هی ارزش ها رو برای شما عوض میکنه. چرا؟ با اون بحث اولم توجه کنید، برای اینکه به نجات برسونه. پای رستگاری در میانه، پای نجات در میانه، پای انسان در میانه. حتی پای خدا در میان نیست، پای انسان در میانه. میگه ارزشاتون رو باید عوض کنید. ارزشاتون عوض کنید. خب یکیش اینه که خب قرآن دیگه نمیاد ریز به ریز به ما بگه دیگه. هیچ کس هم حق نداره ریز به ریز به ما، که ما انسانیم، خود ما باید کشف کنیم، راه رو نجات رو پیدا کنیم بریم. این که بگی دنبال من راه بدید، من تو 5 جلسه من تمام زندگی شما رو عوض میکنم، شعبده بازی و کاسبیه دیگه. میگه متاع دنیا قلیله. نشونم بهشون میده. ببین میگه که تخت ها، تاج ها، خونه های رفیعی که ساخته بودن، یه دفعه عذاب خدا از راه رسید و همه اینا رو از اینا گرفت. و توضیح هم میده قرآن که ببین عذاب خدا نه اینکه این آدمای معمولی بوده باشن خدا اینا رو عذاب بده، نه، میگه به خاطر اعمالشون، افکارشون، اسرافشون. مزرعه ها ساختن، باغ ها بنا کردن، اما صبح آمدن و دیدن که تمام مزرعه سوخته، تمام باغ فرو ریخته، همه میوه ها تلخ شده، از زمین شوره‌زاری بیش باقی نمانده. این داستان سمبولیکه. زبان قرآن زبان سمبولیکه، زبان علمی نیست، زبان فلسفی نیست، یه زبان رازآلودی است که ما رو دعوت به تفکر میکنه. زبان قرآن به ما میگه که در این نوشته ها نانوشته های وجود داره که باید رو برید جستجو کنید. همون که امروز بهش میگن هرمنوتیک، فراتر از تفسیر. در زبان قرآن اینه، برید پیدا کنید یه چیزایی تو عمق ما گذاشتیم که باید زحمت بکشید، خون دل بخورید تا اونا رو پیدا کنید. یعنی میخواد بگین جاذبه‌های دنیا جنسش اینجوریست. نه اینکه شما رو آزار بده، نه اینکه از خوشی‌های شما بکاهه. اصلا یه مسلمان از نظر قرآن وقتی به ایمان میرسه تازه خوشی او شروع میشه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چیز از این تعابیر خیلی زیاد داریم در قرآن. مثلا میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسی که اینجا کوره اونجا هم کوره. شاد باشی اون وقت زندگی شادی خواهی داشت. قبراق سرحال قوی نیرومند، پر از زندگی، پر از آری گفتن به زندگی، اما بیراهه رو داره تصحیح میکنه. علفهای هرز رو داره اینجا هرس میکنه و کنار میزنه
داره با اونا داره ستیز میکنه، با اون بیگانه ها، با اون میگه مثلا یخرجهم من الظلمات الی النور، از این ظلمت ها، از این تاریکی ها میاد بیرون. میگه این دنیا اگه همه فکرت فقط همین باشه، برد و باخت و سود و زیان و جنگ و غلبه و حرص و تمتع، اینا اگه تو این فضا باشی کاری ندارم، خودت تصمیم میگیری. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. خیلی جا این تعبیر، سرنوشت شما رو با من عوض نمیکنن، من گرفتار سرنوشت خودم خواهم شد، شما نیز گرفتار سرنوشت خودتان خواهی شد. اجباری در کار نیست، ولی بدون که به جایی میری که آخرش خیلی دردناکه. حسرت، یوم الحسرت، حسرت خیلی تعبیر عجیبی است در قرآن. حسرت یه جایی برسی آخه پشیمانی باز توش یه چیزی هست. وقتی میگی من پشیمانم، وقتی من توبه کردم، گویی یک راهی وجود داره که تو میگی هنوز برگردی. و حسرت جاییست که نگاه میکنی همه رو زدی خراب کردی، هیچ راهی وجود نداره. به قول حافظ میگفت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زینهار از این بیابان بین راه بی نهایت. میبین چقدر پله پله آدم میاد اینو جستجو میکنه، قصه قشنگتر میشه، لذت بخشتر میشه، ارزش ها رو داره عوض میکنه، ارزش جنگ رو داره عوض میکنه. میگه شما با جنگ و خصومت و دعوا نمیتونید هیچ وقت به نتایج بزرگ برسید، برخلاف تاریخ اسلامی که اتفاقا جنگ رو بولد کردن، برخلاف کسانی که آرزوی ساختن حکومت اسلامی داشتن به نام دین، دنیا رو بولد کردن، دنیا براشون خیلی بولد شد. این میخواد بگه تو این قلیله، عدالت مهمه، ولی تو مسیر تو مواظب باش گم نکنی. از این بعد به خشونت میتازه، ارزش ها رو داره عوض میکنه. نه مثلا این آیه دیگه هممون خوندیم، لذت بردیم، نمیدونم باز لذت میبریم. الا این تعبیره که عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هون، خیلی زیباست به خدا دوستان. اذا خاطبهم الجاهلون، این اصلا یه انسان نجات یافته است، یه انسان نجات یافته است. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یا اون آیه اگه تو ذهنم باشه، جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح و اجره علی الله. اینا کم نیستن ها. یا به خود پیغمبر میگه لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. سنگ دلی شما نمیتونی، ارزش اگه با سنگ دلی بخوای بیای جلو، این ارزش هم برات باشه، این انتقام اگه برات ارزش باشه، کینه برات ارزش باشه، نفرت پراکنی اگر برات ارزش باشه، به نجات نمیرسی، اون آرمانه نمیرسی، به اون فضا نمیرسی. یکی یکی اینا رو داره عوض میکنه. نه الذین مثلا ينفقون فی السراء و الضراء، چقدر زیباست خدای بزرگ، والکاظمین الغیظ. من باز تو پرانتز میگم از این شاخه به آن شاخه نمیروم برای اینکه حرفم تکمیل. شما فیلسوفای جدید اگزیستانس، فیلسوفای وجودی، مگه غیر از این میگن این انسان با عظمت کی از نظر نیچه؟ حتی از نظر مثلا فرض کن یه شخصیتی مثل شوپنهاور که من حالا به فلسفه خیلی علاقه‌مندم، نه به اون بدبینیاشا، نه به اون بدبینی، آخرش که دیگه راه نجات نشون میده، من خیلی لذت میبرم از این آدم. یا مثلا شخصیت‌های دیگه‌ای که نه کیرکگارد و دیگران. شما این صحبت آدم بزرگ برای نه چیز، انسان با عظمت، هم که میگن ابر انسان، کسی که مسلط به خودشه، کسی که امیر به خودشه، کسی که نمیذاره این افکار منفی هر روز او رو بازی بده، از این سو به آن سو پرتاب کنه. کاظمین الغیظ رو اینجوری باید نگاه کرد، یعنی من مسلط به این فکرم. ببینید تو پرانتز باز میگم دائم این فکر در ذهن ما داره رژه میره. شما میتونید یه لحظه فکر کنید که با خودتون حرف نمیزنید؟ میتونید خودتون تصور کنید؟ نمیشه، غیر ممکن. تو خوابم داریم حرف میزنیم. به همین دلیل من نمیتونم بفهمم، میگم بعد از مرگ نیست میشیم، واقعا نمیتونم بفهمم یعنی چی. خب ما تو خواب نیست میشیم، بدن ما میفته، اصلا قیافه غیر هندسی عجب غریب داریم، ولی داریم حرف میزنیم تو خواب، بیداری حرف میزنیم. این دیالوگ من فکر میکنم اصلا غیر ممکنه این دیالوگ قطع بشه. من بعد از مرگم همچنان حرف میزنم. همه ما یه جور پرحرفیم، بشر موجود پرحرفی است، به خاطر همین جاودانه است که دائم حرف میزنیم. حرف که تمام بشه عدم میشیم. مثلا نمیفهمم یه سری میگه ما میمیریم دیگه خاک میشیم، پودر میشیم، واقعا نمیشه فهمید یعنی چه. مگه میشه؟ من اینجا 100 بار مرگو تجربه کردم، تو خواب، تو بیهوشی، ولی حرف میزنم همچنان. این گفتگوی ذهنی من در جریان و من همه زندگی و همین گفتگوهای ذهنی است. همه شخصیت من یعنی همین گفتگوهای ذهنی. خب حالا شما صفحه گفت میگه این گفتگوی ذهنی، میگه آقا دیگه چجوری را بزن داغونش کن. خیلی ماها اینجوری میگه فوری واکنش نشون میده. این ماشین که میگه
اصلا قیافه اون تماشای، کاش که یه نفر دوربین مخفی داشت همین ناصر مهدوی رو وقتی ماشین رو میپیچن چهرهشو نشون میده. تو خشم ببین چه شکلی میشه آدم. خب خشم چی تولید میکنه؟ این فکری که دستور میده و میگه نه اینا مسلط به این گفتگوهای ذهنیشونن، نمیذارن این ذهن فرمانهای غلط بده، نمیذارن این دستورات فلا بده. ما چیکار میکنن؟ حلمن، اینا میبخشن. خیلی وقت اون گذشت، نه تموم میکنم، معذرت میخوام. خب چون ایشون که میاد رو قلبم میفکر اینا چک میکنه، قربونت برم، خیلی ممنون، خواهش من ببخشید منو. حالا نگاه کنید شما در مقابلش اون وقت چیکار میکنه؟ ارزش عوض میکنه. چون بعد فکر حالا در مورد فکرم صحبت کنم، این لابلا داره چیکار میکنه؟ فکر جدید به ما میده. خب عوضش اونایی که میبخشن رو چقدر ستایش میکنه. هم که گفتم والذین کاظمین الغیظ و یعفون عن الناس. بعد اون وقت جالبه که اون وقت خیلی جا میگه اینا مؤمنان واقعی ان. اشاره نمیکنه به این که مثلا آره نماز شب بله داریم، مثلا قلیل من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون، این آیات عرفانی لطیف کاملا روان شناختی رو ولی ما داریم. ولی بعد میگه اینا خیلی بزرگن. میاد این میگه حالا خشمو میگه جزو همون متاع قلیله، احساس دیگه، احساس تموم میشه، احساس که باقی نمیمونه. درسته؟ هر احساسی رو میبینی، احساس یکی از ویژگی احساس این غروب پی در پیشه، زوال پی در پیشه، ولی آثارش ممکنه باقی بمونه، آثارش ممکنه آدم رو واقعا نابود کنه. میگه ارزش. حالا یه کسی میگه اگه اون بزنه میزنم لهشونم، اینه براش ارزش. میگه آثار منفیش خودتو نابود میکنه، میشه آتش، میشه خصومت، تو رو میبلعه. ان جهنم لمحیطة بالکافرین، همین الان جهنم به تو در واقع سیطره داره. ان فی ذلک لحق تخاصم اهل النار. اصلا تخاصم یعنی نار، تخاصم یعنی نار، تخاصم یعنی جهنم. ارزش ولی تو آتش داری میسوزی ولی خبر نداری. این ارزش عوض میکنه، میاد از حلم میگه، میاد از بخشندگی میگه، میاد از اونایی که حتی مثلا اطعام فی یوم مسغبه اینجوری از اینا داره مطرح میکنه. اینا رو مطرح میگه. آثار اینو وقت اینه که درخشش، رهایی و نجات ارزش رو عوض میکنه. عموم در واقع مردمانی که مخاطب پیغمبرن، دقت کنید، تا میگی آقا تغییر کن، میگه ما بر اساس همان آباء اولین خودمان، همون سلف صالح. البته سلف صالح واژه هم درستیه و هم واژه اشتباه. مثلا تیپای مثل عبدو اینا ازش استفاده درستی میکردن، ولی ابن تیمیه وقتی از سلفی صحبت میکنه از توش چه چیزایی واقعا در میاد. چقدر عجیبه. همه اینا دو سلفی بودن دیگه، چه فرقی نمیکنه. عبدو هم سلفی بوده، رشید رضا هم سلفی بوده، بعد خیلی از این تندروهای اخوان المسلمین و جهاد فلان اسلامی اینا هم اینا سلفی بودن، ولی تو معنای متفاوت از سلف. رو بیرون بیراه نرین که بگم که آثار خیلی خوبی هم توی زمین منتشر شده. وقتی اون وادی وقتی مطرح میکنه با اون گروه، میبینی اینو تا حرف میزنه آقا جون یه خورده فکر کنیم، اینقدر دنبال رو نباش، اینقدر سطحی نگر نباش، اینقدر زود باور نباش. فوری میگن چی آبا اون علم. شما داریم ما از آبائمون جدا میکنی، از گذشتگان رو گفتن دیگه. به فقها میگه آقا شما چرا میگید این اهل کتاب نجسن؟ میگم برای که یه بار مثلا خدا رحمت کنه مرحوم، خدا 100 بار رحمت کنه مرحوم شیخ توسری، یه بار او گفته که نجسن، ما همینجوری تا اینجا اومدیم گفتیم فلان. آقا شما که تو قرآن ندیدید که آدمی که تخلفات اخلاقی میکنه با سنگسار بشه؟ یه بار اون فتوا دادید تا آخرش ما هم رفتیم. یه بار اون گفت دستا رو ببر، ما هم تا آخرش بریدیم. این باورتون میشه همچین چیزی؟ این قرآن میگه اتفاقا من با این درگیرم، به همین دلیل میگه لا تقف ما لیس لک به علم. آقا بدون سنجش، بدون پرسش، بدون وضوح، بدون روشنایی، بدون دلیل نپذیر. نه اینکه اون آدم بده یا تو آدم بدی هستی. میگه اگه بپذیری این اصلی ترین قابلیت انسانی تو، یعنی این عقل، اون وقت اینجوری ناپرورده باقی میمونه، نامولد باقی میمونه و تو بدون عقل هرگز به اون نتایجی نمیرسی. میبینید هی ارزش ها عوض میشه، فکر ارزش، تعقل ارزش، و هی قصه میخوره این کثیر الناس مثلا لفاسقون لا یعلمون لا یعقلون. اینا زیاد داریم تو قرآن دیگه، اینا خیلیه. و بعد اتفاقا توی جایی میگه که این اکثر الناس لا یعقلون که مثلا داره مطرح میکنه غالبا در مورد کسانی است که
یا سر از جهنم در آوردن یا بدون شک سر از جهنم در میارن. چرا در میاره؟ چرا به جای اون اهداف بزرگ نجات، رهایی، رستگاری، آرامش، سعادت، چرا سر از جهنم در میاره؟ چرا سر از تنازع در میاره؟ میگه برای که لا یعقلون، عقل ندارن. نه اینکه بشر عقل نداره، نه اینجور آدما این بخشو تعطیل کردن. میبینی در مجموع چی میخواستم بگم؟ اینکه قرآن تمام تلاشش اینه تا بینش ما تغییر پیدا کنه، تمام تلاش اینه تا ارزش‌های جدیدی رو ما پیدا کنیم. همه تلاش تو این کتاب اینه که ما به ارزش‌های مهمتری، اون وقت جالبه در اینا به خود ما هم میگه شما داورید، به ما نشون میده آخر قصه ها رو، به ما نشون میده آخر قهرمان ها رو، نشون میده آخر قریه ها و شهرها رو که اگر فرو پاشیدن چرا پاشیدن، اگه بعضی از آدما غروب کردن چرا غروب کردن. حالا بعضی جاها به ذهنم یاری نمیکنه هی تون رفرنس های جدید مثلا بدم از شخصیت‌ها، ولی این نشون میده که ببینید فرقی نمیکنه توی غربی باشی، شرقی باشی، نمیدونم سنی باشی، شیعه باشی، فرقی نمیکنی. انسانی، سرشت انسانیت تو اقتضا میکنه که دنیا رو یه جور دیگه نگاه کنی، به جهان یه جور دیگه نگاه کنی، باور کنی که این هستی یک هستی هوشمند پر از خیره که اگر نسبت تو با این خداوند دوستانه کنی و صمیمانه کنی و در خلوت به او پناه ببری و فقط از او نیرو بگیری، آدم با عظمتی خواهی شد. داره اینا رو پیشنهاد میده. اون وقت میگه اونایی که به جای خدا رفتن، خدایان دیگر رو پرستیدند و رفتن، چگونه در واقع شرمسار شدن. لا ینفع ولا یضرکم ولا، تو قیامت دیالوگ هایی رو نشون میده. مثلا همین سوره مثلا با سبا فلان آخرش رو نگاه کنیم، دو سوره اعراف سبا، یک دیالوگ بین کسانی که رفتن دیگران رو پرستیدن و اکنون دستشون تهیست، هباء منثور شدن، گرد و خاک شدن. و اون پروسه‌ای که دیگران رو پرستیدن چقدر درد کشیدن، چقدر زجر کشیدن. ستایش این ستایش اون رئیس، اون وزیر، اون وکیل، اون مدیره، حتما فردا برم پیش یه همچین رفتاری کنم، لابد برای من مثلا یه امکاناتی فراهم خواهد کرد. با خفت و حقارت و پستی بعد عقب نشینی از خودم کردم. اون وقت قرآن میگه تو بدون خودت نمیتونی از زندگی لذت ببری. عقب نشینی از خودت کردی. خدا رو برای آزادی انسان مطرح میکنه. خدا رو به عنوان معشوقی که خیل او فراگیره. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین فله الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. چقدر قشنگه دیگه خدایا، یه عظمت بی منتها همه وجودو گرفته که این عظمت از قضا رحیمه، از قضا رحمان، از قضا غفاره، از قضا ستاره، از قضا بخشنده است. یه جلسه من در مورد الهیات گوناگون صحبت خواهم کرد. ولی شما دعوت میکنه به این وادی، به این وادی که اینجا رستگاری است، اینجا طمأنینه است، اینجا امنیت، اینجا آرامشه. حتی اگه جواب دعای تو رم نده باز میگه دعوت کن، برای که این چاره غیر از این نداری، چاره غیر از این، راهی غیر از این نیست که آدم وقتی اونجا پناه میبره، تو اون وادی قرار میگیره، احساس میکنه یک کسی داره حمایتش میکنه. هو معکم اینما کنتم اینما تولوا فثم وجه الله. این خود این آیه نگاه کن، زیباترین آیات عرفانی خداست. البته مفسرین ما یه گونه‌ای گفتن که انگار ما رو بترسونن، ولی نه، هو معکم اینما کنتم اذا سألک عبادی. دیگه از اینا زیاد خوندیم دیگه. این خیلی مهمه برای انسان سرگشته بی پناه در این دنیای بی ثبات بی وفا. به کی میشه دل بست؟ کجا میشه تکیه کرد که آدم بگه من اطمینان دارم؟ دست کدوم آدمو میشه بگیری که بگی دی گرم تا ابد؟ اینجا زندگی است. میگه غیرت هم نهایت که واقعیت رو میگه، نه بدبین ایجاد کنه. میگه غیرت هم نهایت که پیشت بیستن، بر تو میخندند و عاشق نیستند. شاید زیباست این آیات قرآن وقتی مطرح میکنه که یا یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه و امه و خیلی مثلا لقد جئتمونا فرادا. این میدونی برای چی داره میگه؟ فقط تصویر فقط قیامت رو نمیخواد بیان کنه. لقد جئتمونا فرادا، تنها میآیید. جئتمونا اومدید تنها آمدید نزد من.
اگر آدم تو فکر کنه اون وقت دیگه نه پدری نه مادری نمیشم. یعنی واقعیت اینه هر کی دنبال حل گرفتاری ها معمای خودشه. ما بی‌پناهیم در روی زمین. ضمنی که دعوت میکنه به تعاون علی البر و تقوا، به همکاری، به بخشش، به انفاق، به دوستی، به شفقت، به تقسیم شدن، بلکه زندگی با این آهنگ خوش داره. و آخر قصه ما بی‌پناهیم و ما فقط میتونیم اونجا تکیه کنیم. برای همین قدرتش رو به رخ میکشه. نه اتفاقا من با ترس موافقم. یعنی فکر نکنید من معتقدم در قرآن مثلا خیلی با یه دوستی اتفاقا صحبت ما خیلی جا مثلا فتقوا الله اتفاقا به معنی خشیت، به معنی خوف، به معنی ترس خیلی اوقات آگاهی و معرفت میده. ترس یکی از احساسات ماست. ولی شما پناه خیلی مهمه. برادرم، خواهرم، دوستم، دخترم، پسرم، همه کسایی که اینجا هستید و اون میشنوی صحبت ما رو، که شما یه جا پناه ببرید. چون این تعبیر مولانا بگه چون بترسم چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت من اوست. هر کس خورشید باشد پشت کرد، سخت رو باشد نبی. و برای انسان داره میگه. پیغمبر رو برای چی فرستاده؟ برای انسان. برای که برو سراغ فرعون انه طغی، برای باش صحبت کن، برای که فاستخف قومه فاطاعوه، قومشو تحقیر کرده، حقیر کرده، نجات بده این انسان رو. چرا از مرگ صحبت میکنه؟ چون احساس مسئولیت کنیم، بلکه باور کنیم من هیچ راهی غیر از بازگشت به خویشتن ندارم، من هیچ راهی غیر از تکرار شدن آنچه که در دنیا تولید کردم ندارم. من میمانم و آنچه که انجام دادم. و دوباره تمام این کتاب داره دستگاه ذهنی رو عوض میکنه. چرا؟ برای اینکه من نجات پیدا کنم. از چه نجات پیدا کنم؟ از اسارت، از خفت. چرا اسارت و خفت؟ چون رنج میاره، درد میاره. چگونه من میتوانم رها بشم؟ میگه ارزش های حکمت اینجوریست. به خشونت میگه حلم، به بی‌پروایی و بعد آلوده شدن در دست وسوسه های شیطان میگه تقوا، و به دنبال روی میگه اندیشه، خرد. چقدر زیباست اینا ارزش های من. بعدش هم دافتم میگه ببینید خودتون انتخاب کنید، اجبار نیست. لست علیهم بمسیطر، ما انت علیهم بجبار، علیک الحساب و علینا خیلی آیات داریم. علیک الحساب و علینا، ببخشید علیک البلاغ و علینا الحساب. تو فقط ابلاغ کن، برو کنار بایست، بنده من بزرگه، حق تصمیم گیری داره. از سوره اسراء خیلی جالبه. شیطان میگه ما اومدم فریب بدم، میگه برو سوار نظام پیا، همه رو بیار. این موجودی که من آفریدم درخشانه. به پیغمبر میگه فذکر انما انت بما لست علیهم بمسیطر. بعد میگه من میدونم دل تو آزار میدن، نحن اعلم بما یقولون، اما ما انت علیهم بجبار. با زور نه، با خشونت نه، پیشنهاد بهشون بده. بیا دستگاه ذهنیتون رو عوض کنید، دنیا رو یه جور دیگه نگاه کنید. ولی خب آخرین حرفم تموم شد واقعا، ببخشید. ولی ما از این کتاب سعی کردیم کتاب در واقع دیگری بسازیم. یعنی کتابی که تمام من تصورم اینه که نگاهش تلاش برای نجاته و برای نجات تغییر ارزش‌ها و تغییر بینش اینه قرآن که اینه. ما ازش مثلا گفتم دینداری چی نوشتن؟ دانای محور، دانش محور. آره ببخشید یادم رفت چی محور. خب آره من منظورم از دانش، ببینید بچه‌ها اینجا آخری صحبتم میگم دانش محور نه. یه وقت شما میگید دین شناسی عامیانه، در مقابلش ما دینداری عامیانه، هم که پدر مادر فلان هرچی میگم ما قبول کنیم، در مقابلش چی داریم؟ دینداری عالمانه. من این رو به شدت طرفدارشم و امیدوارم به اون سمت بریم. زحمات مفسرین عزیز قرآن ما که در جلسه هم هستن هدر نره و نگاه ما به دین عالمانه. اما یه وقت این کتاب رو عرصه‌ای کردی برای اینکه فکر می‌کنیم مثلا اگه قرآن گفته 7 آسمان ما بریم دنبالش بگردیم بگیم حتما همین دیگه، یا مثلا اگه قرآن میگه که فرزندان از پشت پدرها تولید شدن بیان بریم ثابت کنیم برای به علمی. من میگم این نیست مسئله قرآن و اینم عیبی اتفاقا بر قرآن نیست، اینم از اعجاز قرآن. یا اینکه شما فقط برید توش احکام در بیاری، فقط برید ببینید کیو میشه با این آیه کشت، فقط با این آیه چجوری میشه دیگران رو فریب داد، طویل برای خودت احکام و قواعد و مقرر. اینو مال همه اینها مال دینداریه، دانش محوره. فکر کنید نظام حقوقی رو باید از این تو در بیارن، من به این قائل نیستم. از اینجا نظام‌های سیاسی رو باید در بیارن، من به این قائل نیستم. فکر می‌کنن از این میتونن برن مثلا جهان رو محاسبه کنن بگن 7 آسمان درست بوده، صلب پدر درست بوده، سنگ‌هایی که شهاب سنگ‌هایی که پرتاب کردن همه فلان بوده. من به این اصلا قائل نیستم. این خود رو به تکلف و بدبختی بندازیم.
که مثلا قرآن مثلا گفته اینا بوزینه شدن، بریم تو تاریخ پیدا کنیم یه آدمایی یهو مسخ شدن تو تاریخ بعد شدن بوزینه، من پیدا کنیم. من به اینا قائل نیستم. این وقت طلب کردن. حتی نظام حقوقی، این که بخوای امروز در قرن 21 یه کسی رو مجازات کنی به نام قصاص، این که بخوای با شتر و فلان خونبهای آدمی رو محاسبه کنی، این که اگر پدر بچه‌شو کش قصاص نداره، این که زن هیچ حقی در مقابل مرد نداره، من به اینا قائل نیستم. می‌دونی چرا؟ برای که این اصلا بیراه است. این مخاطب شاید مردم زمان خود بوده، ولی خدا به من جرأت زندگی میده تو این کتاب، من اونو فراموش کردم. خدا به من راه نشون میده تو این کتاب بی‌نظیره و من اونو فراموش کردم. خدا میکشه به من یک بینش، یک درک درست از زندگی که چگونه زندگی کنم. همه به من میگن اینو بدون، اونو بدون، اونو بخون، این مدرک این دکتراست، ولی کسی من نمیگه چگونه زندگی کنم. و کتاب روحش برای اینه که به من بگه تو چطور زندگی کن که به نجات برسی، رستگاری برسی از این علف‌های هرزی که دائم میگزن روح رو ویران میکنن، خودتو نجات بدی. به این معنا اسم سخنرانی گوشم بینش محور، نه دانش. دانش مرادم اون نکاتی که گفتم و عجیبه با همه این، حالا یه جلسه دیگه احتمالاً میمونه با هم صحبت کنیم، با همه این حرفایی که میزنن در مورد همین صلب و نمیدونم فلان و زمین، کوه‌ها در زمین‌های سختن و شهاب سنگ‌ها، من فکر میکنم میتونم دفاع کنم که چرا در قرآن این هست و هیچ لطمه‌ای به این عظمت این کتاب نمیزنه واقعا. و بیان که بخوام قصه بخورم رنج بکشم به وای، مثلا اونجا ارث و حساب کردن، مثلا اگر مثلا 1 میلیون تومان ارث مونده، اگه به دختر اینقدر بدی، به پسر اینقدر بدی، به پدر آخرش کم میاد. یعنی محاسبه انگار تو قرآن یه خورده یه جوریه که مثلا بیشتر از 1 میلیون میشه یا کمتر از 1 میلیون در میاد. مثلا میگم مثلا 1 میلیون ارث مونده از من برای بچه‌ام، وقتی با اون معیار حساب، هیچ لطمه‌ای به نظر من به قرآن نمیزنه. اگه باور کنیم که به قول مولانای عزیز، حیف که من یادم رو اون ابیاتو بیارم که دیگه تا صبح میشستیم یا ابیاتو میخونیم، اگه یادمون باشه بابا تو بزازی میری، مولانا یه حرف میزنه خیلی قشنگه، آقای علوی، آقای مهندس، میگه بزازی که میری همه چی، فرض کن که اتاق بزازی شیشه هم هست، میزم هست، صندلی هم هست، کت و شلوار آقای بزاز هم هست، متر هم هست، ولی شما نیومدید اینجا متر بخرید ازش. آقا متر چقدر قشنگه، چند. شما دیدیم از این لوازم تحریری ها عکس کیه، عکس اینشتین رو گذاشتم، مجسمه اینشتین فلان. من یه بار رفتم التماس کردم، آقا این چند، آقا این فروشی نیست برادر من، چی ما استاد. یه بار یه مجسمه در کتابش خوابیده بزرگ بود، 40 بار رفتم گفتم، خواستم آخرش یه جوری بدزدم، دیدم یارو حواسش بردم، دیدم نه لامصب فهمیده بود من به اون چش بودم، حواسش بعد هی میگفت دوربین دارم. بعد میدونی میگه آقا اومدی کتاب بخری، مجسمه مال خودم، چرا این کارو می‌کنی؟ جدی جالب بود برای خود من. البته الان انیشتن اومده همه دارن ولی خیلی گرون میدن دیگه، فایده نداره بره بخره، موقع خیلی ارزون تر بود. میگه اومدی این متر رو بخری برای فروش نیست، اون شیشه برای فروشن داره. پس چی میگه؟ پارچه برای فروشه. قرآن دنبال چی میگرده؟ تغییر ارزش، تغییر بینش، دادن یک روش برای رهایی انسان برای او مهم. از مرگ میگه، از قیامت میگه، داستان پیغمبران میگه، از قواعد مختلف میگه، از مجازات میگه، عقاب میگه، فلان میگه، همه اینا به یه محور برمیگرده که من گفتم هل ادلکم علی تجارت تنجیکم. من این واژه رو خیلی دوست دارم، تنجیکم. غایت این کتاب نجات. خیلی متشکرم، سرتون خیلی درد واقعا.